عمر بن خطاب ملقب به عمر فاروق، صحابه محمد از فرماندهان نظامی در سپاه صدر اسلام و خلیفه دوم از خلفای راشدین بود. مورخین تاریخ اسلام گاهی وی را خلیفه عمر اول و عمر بن عبدالعزیز را عمر دوم می‌نامند. در دوران حکومت عمر بن خطاب گستردگی سرزمین اسلامی به شکل بی‌سابقه‌ای وسیع شد و بیشتر سرزمین‌های تحت حکومت ساسانیان به جز طبرستان و 2/3 امپراتوری روم شرقی را در بر گرفت. حملات وی به شاهنشاهی ایران در دوران ساسانی در مدت کمتر از 2 سال موجب سقوط این دودمان گردید. بنابر برخی منابع عمر از قدرتمندترین خلیفه ها در میان خلفای راشدین و نیز یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین فرمانروایان مسلمان در تمام طول تاریخ است. دوران خلافت وی از 644 تا 634 میلادی است. وی دومین خلیفه از خلفای راشدین بود که تحت فرمان او سپاهیان عرب سرزمین بین النهرین و سوریه را فتح نموده و نیز استیلای بر ایران و مصر را آغاز کردند. پس از مهاجرت نخستین مسلمانان به مدینه که در سال 622 میلادی انجام گردید، عمر به همراه دوست نزدیکش ابوبکر به یکی از مشاوران نزدیک محمد بدل شدند. در این سال جایگاه عمر در حکومت اسلامی به رهبری محمد با ازدواج محمد بن عبدالله با حفصه دختر عمر مهمتر گردید. بر اساس منابع از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم وی در ماجرای روز پنجشنبه نقش کلیدی داشته است. در به خلافت رسیدن ابوبکر پس از مرگ محمد، عمر بن خطاب نقش مهمی را ایفا نمود. جانشینی ابوبکر که اهل مکه بود برای مسلمانان مدینه خوشایند نبود. در این گزینش تلاش عمر در قانع کردن و قبولاندن این جانشینی برای اهالی مدینه نتیجه بخش بود. ابوبکر به عمر اطمینان ویژه‌ای داشت و او را جانشین خود گماشت. عمر بن خطاب نخستین کسی بود که خود را امیرالمؤمنین نامید. عمر در سراسر گستره حکومت اسلامی قوانین و سیاست‌های خود را در کنترل داشت و اصول حکومتی را برای حاکمان ولایات و سرزمین‌های تسخیر شده یادآوری می‌نمود. ساختار این اصول حکومتی و حقوقی در برخی از حکومت‌های پس از او همچنان پابرجا بود. عمر بن خطاب 10 سال پس از به خلافت رسیدن در مرکز حکومت اسلامی یعنی مدینه توسط شخصی ایرانی به نام پیروز نهاوندی کشته شد. بنابر دانشنامه بریتانیکا، عمر حاکمی نیرومند، سختگیر در برابر متخلفین، پرهیزگار و خشن بود. اهل سنت به دلیل دادگری و اقتدارگرایی او احترام ویژه‌ای برای او قائل هستند. شیعیان معتقد هستند در رویداد غدیر قم محمد علی را به عنوان جانشین خود تعیین نمود. لذا ابوبکر، عمر و عثمان را سزاوار حکومت پس از محمد نمی‌دانند. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و نظرتون رو جهت بهبود کیفیت برنامه‌های ما کامنت کنید. یادتون نره که سابسکرایب کنید.